باشند در این فرصت. اکنون بیاید من شما رو با هیئت اساسی هر دو دسته شناس می‌نمایم و عرض می‌کنیم ما از دسته پرواز طور شما می‌بینید در رقابت امروز هم از بازیکن حمله نوبتی پس بعد داخل جریمه و اینجا دروازه‌بان باید توپ را بگیرد. هرچند می‌زنند دروازه‌بان‌ها در فوتبال موسیر آنها کوشش می‌کنند تا نزدیک و با پاس کوتاه میانه بازی کنند. حمله دسته پرواز امکانیت خوب و دوباره اجازت می‌دهند تا نوبسته به افساید همون رقیبایف امکانات ضربه زنی می‌جوید و چنین امکانیت را پیدا می‌کند. ضربه می‌زند با کویکو فرصت خوب می‌جوید برای ضربه زدن و فردوس شقالوف ضربه به خط هجوم. کویکو خیلی فاول است. دانیل کویکو امکانیت برای ضربه زنی ضربه و دروازه‌بان این حالت را برطرف می‌کند. چرا نتیجه جنبال شد ولی حمله ادامه دارد. ضربه و چگونه ضربه اولی و خوب را اجرا کرد. حسابی خودمان کنیم 3-0 امکانیت است. پرتو وضعیت خیلی خوفناک ضربه و دروازه‌بان حالا نوبتی این هجوم بسیار هم خوفناکی دسته اسخط است. ضربه و وضعیت داریم از ضربه که evgeniy بیدینکا زد. اون ضربه واقعا از اینجا ارسال بعد داخل جریمه پرتافته می شود و فردوس شقالوف اولین شده به توپ رسید. بود در اینجا کویت بازی را ویران کردن. پرتاب داخل جریمه دروازه‌بان از موقع خود بیرون میبرد. دقیقه خوفناک و توپ در نظارت بازیکنان دسته پرواز است. امکانیت خیلی خوب دارد. کویکو دانیل دو نفر با مبارزه بردند و توسط کنار چپ حمله خوبی دسته اسخط دوستان عزیز. پرتاب داخل جریمه و دروازه‌بان توپ را از موقع خود دور میکند. امکانیت است برای بازیکنان اسخط. پس با عقیب امکانی ضربه زنی وجود دارد. کنی ضربه خیلی دیر شد برای ضربه زدن و در نهایت کار ضربه زد بهزاد سعیدوف. برای جامعه فوتبالی خیلی مهم قرار داریم. بیاد با این هجوم ما نظر بندازیم. پس با موقع ضربه زنی امکانیت عالی گل زدن ضربه و گل. سمندر قادیروف میتوانیم بارگر متوجه بگردیم. دروازه‌بان رو هم فریب داد این بازیگر سمندر قادیروف. ببینید دروازه‌بان پای سر می شود پای خود فرصت بسیار هم خوب پرتاب داخل جریمه امکانیت و وضعیت استانداردی میتوانیم ادامه بدهیم. اسماعیل اخونجانوف تو رو به داخل جریمه میپرتاید. فرصت میتواند خوفناک باشد. دروازه‌بان این رو برطرف کردن و تو خیر نه امکانیت ضربه زنی ضربه نوبتی و توپ اون بازی پایانی افت و در بازی دور گذشته دسته پرواز با وحش بازی کرد. باز یک دسته میتونن با حمله گذارن بازیکنان دسته اسخط. فرصت خیلی خوب است برای دوام دادن هجوم ضربه و ولی احمد خان پرتاب بعد داخل جریمه ضربه و این ارسال بعد داخل جریمه بهادر عبدالولیف مبارزه و دو نفر با مقابلت نشان میدن و توپ را از او میگیرند. سنجر اخسیبایف پرتاب نوبتی با داخل جریمه فرصت خوب و ضربه زنی است. ضربه اجرا میگردد و دروازه‌بان در اول این وضعیت را برطرف کرد. مبارزه به یک جان جورابایف پرتاب با کنار چپ میتوان از اینجا مشاهده کرد. ضربه با طرف دروازه و گلاسو گالیسیمو گالادو. چه گل زیبایی دوستان ارجمند به دور رسانیده می شود و حساب رقابت در دقیقه 81 برابر 1-1 تنها 1-2 فریب و ضربه واقعا هم زیبایی بیدینکا. او از دروازه را نشان گرفت. نیست در این نشانگیری خود موفق باشد. دسته پرواز پاسیو هجوم خوب کویکو در داخل جریمه با توپ دروازه‌بان پسی سر می شود. چی لازم پس زمینی دادن لازم بود و تمام. حالا خیلی خوب میتواند اینجا تشکیل کرده شود و ضربه خیلی خوب. محسن رستمزاده میتوانست در اولین رسش‌های خود بی دسته پرواز پس خیلی زیبای منیر دولتبکوف به خط هجوم 1-1 امکانیت عالی گل زدن. پس ضربه و دانیل کویکو بازم گل زدن میتواند. افساید است. برقچی بازی دارد و خوجند با دسته وحش
партов ба дохили ҷарима гол фурсат зарба ва гол тӯб ба дарвоза ворид мешавад ва чӣ гуна он ба дарвоза ворид шуд чӣ гуна тӯб ба дарвоза ворид шуд ҳеҷ кас намедонад. бинандагон азиз мушоҳида мекунем ба ҳамдигар халал расонад дарвозабон дифоъгар баъдан бозигарони рақиб ҳам инҷо буданд. дар дифоъгар аз ӯ дуртарам қарор дошт вале тавонист аввалин шуда ба тоб расад ва бо ҳамин дӯстони арҷманд довар садои уштаки худро баланд мегардонад бо ҳисоби 2-1 ягона голи дастаи парвозро Евгений Биденко ба самар расон ки голи воқеан ҳам зебо буд. Хуб баъд аз